بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام مردم، سلام همه شما دلداده های آل الله علیهم صلوات الله، مخصوص حضرت سید الشهدا الهی که قبول باشه عزاداری هاتون، عرض ارادت ها و محبت هاتون تا اینجای 2 ماهه محرم و صفر همش به شایستگی مورد قبول حضرت حجت ارواحنا له الفدا، مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفته باشه. و با این امید و آرزو از شما دعوت میکنم تا پایان این نوبت از مجموعه برنامه یاد خدام با برنامه خودتون همراه باشید، در حالی که چشمتون نورانی میشه به یک امامزاده شریف دوست داشتنی و لازم التکریم در قوم مقدس به نام امامزاده سید علی که با 3 واسطه فرزند حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هستند. انشاءالله به زودی ظاهر از راه نزدیکشون هم باشین و دست پر برگردین. با این امید بسم الله یاد خدا. یا مولاي یا ابا عبدالله اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. خب اگه خاطر شریفتون باشه بحث ما با استاد رمزی اوحدی که از دیشب با این موضوع شروع شد، البته از پریشب شروع شد، بحثمون دیشب نیمه کاره ماند، امشب میخوایم ادامه بدیم. رفتارشناسی حضرت زینب کبری سلام الله علیها بعد از واقعه عاشورا از همون دریچه مسائل تربیتی است که استاد تبیین میکنن. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی همکارانتون و بینندگان بزرگوار عرض سلام و ارادت خودم رو تقدیم میکنم و برای همه شما سلامتی و سربلندی در 2 سرا رو از خدا میطلب. ما برای شما خیلی ممنونم، متقابلا. ما سراپا گوشیم از هجر و سلام. بزرگوارید. جناب آقای قوامی، یکی از مسائل مهم روانشناسی که بحث مهمی هم هست اینه که افراد چقدر سلامت روانی دارن. شما یه چکاپی داریم تحت عنوان سلامت جسمی. بله. این سلامت روانی هم با تست های روانشناسی اتفاق میفته. حالا من اسم دانشمندای غربی یا شرقیشون رو نمیخوام ببرم، ولی بالاخره یه بحث دامنه داریه. یکی از سرتیترهای مهم سلامت روانی مسئله تاب آوریه، یعنی استقامتشون. همینطوره. اون استحکام و قدرت روحی شما، هضم مسائل سخت سنگین زندگی. زندگی یعنی بستر حرکت من و شما.
ما تو این بستر داریم حرکت میکنیم، میگیم زندگی. فراز داره، فرود داره، غم داره، پیچ داره، شیرینی داره، تلخی بله. داره، مصیبت داره. چجوری با این صحنه ها شما مواجه میشید؟ این مسئله تاب‌آوری و استقامت شما رو نشون میده که شما چقدر قدرت هضم دارید. لذا اینجا انسان‌های ضعیف خودشون رو نشون میدن، انسان‌های قوی هم خودشون رو نشون میدن. بحث تاب‌آوری، این بحث تیتر روانشناسی امروزه. بله بله. منتها ببینید، من تو جلسات قبلم عرض کردم دیرینگی مباحث روانشناسی اینا رو من نشستم در آوردم. روانشناسی امروز 70-80% تو مباحث گذشته یعنی در دین اسلام مطرح شد. درست. مثلا همین بحث روانشناسی رنگ ها، احادیث و آیاتش تو قرآن کریم ما هست. 1400 سال پیش امامای ما و آیات قرآن کریم به این مسئله پرداخته. خب حالا دانشمندان روانشناسی اومدن اینو سرنخش رو گرفتن، یه ابواب جدیدی رو روشون باز کردن، ولی سرنخ و اسلام داده به شما، یعنی تأثیر رنگ تو روان شما. درست. چه رنگی؟ همین سوره بقره، تصور و ناظرین. پس رنگ تو وجود شما و سرور شما اثر داره. حالا دیگه یه بحث مفصلی روانشناسی رنگ ها، حالا من نمیخوام سایر فکت ها و به قول امروزی ها المان ها رو به شما بگم که آقا فلان جا اینه ها، من حالا اینا رو در آوردم، وقت برنامه‌مون نیست. بحث تاب آوری هم یک ریشه قرآنی داره تحت عنوان فاستقم کما امرت، دوبار تو قرآن اومده و بعضی از انبیاء الهی رو خداوند متعال قوی امین معرفی کرده. قوی یعنی چی؟ یعنی آدم قوی. همین قوی فارسی خودمون. پیغمبر اسلام قوی امین بوده، پیغمبر خودمون. چرا؟ در عصر جاهلیت به ایشون میگفتن محمد امین صلوات الله علیه و قوی هم بوده. چرا؟ چون تو موقعی که در مکه مبعوث شدن، همون اوائل کفار قریش گفتن آقا اینقدر مثلا میدیم ول کن مبحث بعثت خودت رو، هیچ نیرو و عده و تجهیزات و نفر نداره. یه انسان قوی اینجوریه در مواجهه با صحنه‌های سخت. فرمودن خیالتون رو راحت کنم، این خورشید رو بکنید بیارید بذارید کف دست راستم، ماه رو بکنید بیارید بذارید دست چپم، دست از نبوتم بر نمیاد. تمام. این استحکام روحی، این قدرت روحی، تاب آوری در حمله ها و تهدیدهای دشمن، اینکه عقب نشینی نکنی خیلی مهمه. خیلی. لذا تو بحث سلامت روانی این مباحث میاد، استحکام روحی، تاب آوری روحی. و لذا ما حالا میخوایم بیایم سراغ تاب آوری حضرت زینب کبری در جریان کربلا. حضرت زینب کبری جناب قوامی به بدترین شکل داغدار شد. مثلا این جای درنگ و تردید نداره، کسی مثل ایشون اینجوری غم ندیده و جلوی چشش هم این اتفاقات افتاده. حالا این خانم باعث این کاروان رو حرکت بده. این خانم داره همه اینا رو مدیریت میکنه. با چی؟ ما به این میگیم تاب‌آوری. در روانشناسی امروز این تاب‌آوری یعنی این خانم نمیشکنه، نمیتونی بشکنیش. این خانم باید الگوی من و شما باشه. اگر شما الگوی ناقصی باشه، شما تو جریان زندگی که داری به اون نگاه میکنی، شما مثل اون میشی. الگو یعنی چی؟ الگو یعنی که شما جلو آینه وای میسی خودتو تنظیم میکنی. خداوند متعال در قرآن حضرت ابراهیم و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رو الگو معرفی کرد. امام علی هم در ذیل همین آیه اسوه‌ای که پیغمبر رو معرفی کرده انگشت اشاره فرمودن سید الشهدا الگوه و اسوه است. زینب کبری شما رفتارش رو به عنوان یک کسی که در سوره تحریم خداوند متعال زن فرعون رو به عنوان الگو داره معرفی میکنه برای اهل ایمان، چه مرد چه زن. زینب کبری الگوی زن و مردها باید باشه. خب چیش باید الگوی ما باشه؟ آقا تحمل و تاب‌آوریش، تو مشکلات نشکنی. این خانومی که داره کاروانداری میکنه تو صحنه‌های مختلف میشد بشکنیش، اما نشکست. یه دونش برای اینکه خیلی از ما رو بشکنه کافیه. ببینید مردای مردمون ها، زنها رو کاری نداره. ببینید زینب یه تکیهگاه عاطفی خیلی عجیبی داشته که روایتاش هم هست. شرط عقدش هم بوده که من با داداشم میرم. آره. این تکیهگاه عاطفیشو از دست داده، با بدترین صحنه ها هم دست داد. ولی ببین نمیشکنه. این یعنی تاب‌آوری، این یعنی استقامت، این یعنی همون آیه قرآن که فاستقم کما امرت. تاب‌آوری در مجلس یزید، صحنه رو نگاه بکنید، چنان خطبه میخونه که متحیر میکنه همه.
آقا جنگ یک عنوان پیروزی داره، اون عنوانش اینه، میگن غنیمت گرفتی یعنی چی؟ یعنی شما پیروز شد. بله بله. رفته پیش یزید یه خطبه خونده غنیمتاشو پس گرفته اومده، یعنی چی؟ یعنی زینب پیروز شد. غنیمتا رو بردی یزید ولی زینب گرفت، دوباره پس گرفت. اصلا قرار بود اینا ذلیل بشن، اونا عزیز بشن، کار کاملا برعکس شد. حالا ببینید این انسانی که تو تعریف‌های روانشناسی ما بهش میگیم انسان خودشکوفا یا انسان کامل، تو تیتر روانشناسی دینی، تو این کاروان که داره میره جناب آقای قوامی 23 4 5 تا بچه همراه حضرت زینب کبراست. آره. که وقتی ایشون از دمشق دیگه برگشت به مدینه 3 تا یا 4 تا از این بچه‌ها باقی موندن، همه تو راه از بین رفت که تو تاریخ هم هست که کجا و چه جوری از بین رفت. اما این خانم بازم نشکسته. شما که میدونید حضرت سجاد که تو قل و زنجیره، این بچه هم از دنیا رفتن، کی اینا رو دفن کرده؟ اونایی که ساربان بودن، اونایی که این اسرا رو داشتن بدرقه میکردن، اصلا این چیزا براشون مهم بوده؟ اونا عمدن به اینا آب و غذا نمیدادن که اینا از بین برن. اینطوری بوده. حضرت زینب کبرا طبیعتا اینجوری به ذهن بنده است که خود ایشون دفن میکرده دیگه، چه کار بکن؟ با این صحنه‌های سخت داره مدارا میکنه، میاد جلو. ما به این میگیم تاباوری روانی. فاستقم کما امرت، قوی امین، اون صفاتی که خداوند برای انسان برشمرده در قرآن. خیلی ممنونم استاد رمزی اوحدی عزیز. یه فاصله بگیریم و زلف دلی گره بزنیم با آستان مقدس و مطهرشون، برگردیم و ادامه فرمایشات شما رو بشنویم. سلام خدا بر عقیله بنی هاشم، اسوه صبر و استقامت، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. در روز عاشورا زینب کبرا این همه عزیزان رو در مقابل چشم خود دید که به قربانگاه رفتن و شهید شدن. حسین ابن علی علیه السلام سید الشهدا رو دید، عباس رو دید، علی اکبر رو دید، قاسم رو دید. بعد از شهادت اون همه مهنت‌ها رو دید، تهاجم دشمن رو، حد احترام رو، مسئولیت حفظ این کودکان رو، این زنان رو، عظمت این مصیبت‌ها رو مگر می شود مقایسه کرد با مصائب جسمانی؟ اما در مقابل همه این مصائب زینب به پروردگار عالم عرض نکرد رب نجنی، نگفت پروردگارا من رو نجات بده. در روز عاشورا عرض کرد پروردگارا قبول کن از ما. بدن پاره پاره برادرش رو در مقابل دست، در مقابل چشم، دل به سمت پروردگار عالم عرض میکنه پروردگارا این قربانی رو از ما قبول کن. وقتی از او سوال می شود که چگونه دیدی، میفرماید ما رأیت الا جمیلا. این همه مصیبت در چشم زینب کبرا زیباست، چون از سوی خداست، چون برای اوست، چون در راه اوست، در راه اعلای کلمه اوست. ببینید این مقام چنین صبری، چنین دلدادگی نسبت به حق و حقیقت چقدر متفاوت است با اون مقامی که قرآن کریم از جناب آسیه نقل میکنه. این عظمت مقام زینب رو نشان میده. کار برای خدا اینجوره. لذا نام زینب و کار زینب امروز الگوست، در دنیا موندگار است. خیلی ممنونم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید استاد اوحدی دارن درباره تاب آوری صحبت میکنن به عنوان یکی از الگوهای رفتاری که در رفتار حضرت عقیله بنی هاشم بعد از واقعه عاشورا به بهترین شکل به منصه ظهور رسید. نمونه‌هاش رو دارن میفرمایند، ما استفاده میکنیم. بسم الله. جناب آقای قوامی، این 23 4 بچه‌ای که تو کاروان حضرت زینب کبرا هستن 1000 کیلومتر رو رفتن، گرسنگی کشیدن، تشنگی کشیدن، از روی ناقه افتادن، فتک خوردن. ببینید مواجه شدن با بچه با بزرگسال خیلی فرق داره. بچه موقعی که گرسنش میشه بهش میگه یه ربع دیگه غذا آماده میشه، نق میزنه، یه خاری تو پاش بره تحمل نمیکنه. این بچه‌هایی که تو کاروان حضرت زینب هستن یه استرس سنگین رو از ماجرای کربلا با خودشون دارن حمل میکنن. داغ پدر دیدن، داغ برادر دیدن.
ببینید این بچه ها رو باشون مواجه شدن خیلی تاب آوری روحی و روانی بالایی میخواد اینا رو جمعشون کنی. واقعا همینطوره. بعد مثلا این بچه بدنش سوخته، یه آدم بزرگ بدنش بسوزه. ببینید دو تا تیپو دارم براتون میگم. یه آدم بزرگ گرسنه نشه، یه آدم بزرگ خوب نخوابیده. بچه که خوابش میگیره دیگه این حرفا حالش نمیاد. بزرگتر رو میشه بهش بگی آقا پات سوخته تحمل کن. بچه که این حرفا نیست. ببینید زینب کبرا داره تو مسیر با این بچه کوچولوها داره میره با این سختی ها و داره تو هر فرازی خودش رو نشون میده. چجوری داره نشون میده؟ اینایی که دارن بدرقه میکنن زینب کبرا رو به سطوح اومدن از دست زینب کبرا. از همه اینا برای زینب گزنده تر نگاه هیز هرزه این اراذل و اوباشه. ناموس علی به گرفتار چه انسانهای پلیدی شده. وارد شهر شدن تا تونستن به اینا سنگ زدن. هست دوستانی که میخوان مطالعه بکنن، حالا بنده خودم یک کتابی خدا منت گذاشته به سرم نوشتم به نام زبور عشق. شهر به شهری که وارد شدن من نوشتم، تو تاریخ هست البته اونجا، که اینا تو این شهر چه جوری و چه برخوردی و چه توهینایی و چه بلاهایی به سر زن و بچه امام حسین در آوردن. بعد زینب کبرا ببینید اینجا باید پرستاری امام سجاد بکنه. پرستاری یک مریض بزرگسال با پرستاری یه بچه کوچیک خیلی فرق داره. کی تحمل این مصیبت ها رو داره؟ بعد شما نگاه میکنید یه مهد کودک داره با خودش حرکت میده. اون موقع بعضی از مامانا با 2 تا 3 تا بچه تحمل نمیتونن بکنن. آقا 25 تا بچه داره با خودش میبره. بعد ببینید خود این خانم داغداره، باید اینا رو هم تسلی خاطر بده. تو این کاروان زن باردار داره. آقا با زن باردار مواجه شدن با یه بچه‌ای که پاش سوخته و گرسنه نشه و نخوابیده و نق میزنه، با امام سجادی که توی قول و زنجیر هست، همه اینا یه نوع رفتار میطلبه. سطح رفتارها فرق میکنه. اما شما یه جا نمیبینید حضرت زینب کبرا از کوره به در رفته باشه بگه بچه بشین دیگه خسته شدم، بابا ولم کنید خسته شدم. بعد ببینید ما میخوایم حالا الگو بگیریم. ما تو محیط زندگیمون حالا بالاخره این واقعیت‌های اجتماعی زندگی ماست. اینا زیر آفتاب بودن آقا، آفتاب بدن اینا رو سوزونده، کتک خوردن. بعد ببینید این بچه‌ها دلتنگی دارن، بهانه‌گیری دارن. بعد شما نگاه میکنی بزرگترین رفتار روانشناسی حضرت زینب کبرا صلوات الله علیها و روحی له الفدا، من مردم اگر بگم خاک زیر پای زینب کبرا، به ایشون توهین شده. بابا آدم از مرد بودن خودش خجالت میکشه. این چه عظمتیه! بزرگترین رفتار زینب کبرا و بزرگترین حرف روانشناسانه ایشون اینجاست که رقیه صلوات الله علیها ازش میپرسه بابام کجاست؟ میگه بابات رفته مسافرت. چقدر این تیتر روان، اصلا این رفتار یه دنیایی از رفتار روانشناسی توش خوابیده. نمیذاره این بچه داغ شعله ور بشه. تسلی داره میده در حالی که خودش پر از غمه. خودش میدونه داداشش کجا رفته، مسافرت نرفته. بعد شما نگاه میکنید این جواب چقدر امنیت روانی برای این بچه 3 ساله میاره. کلمات به کار، ببینید چه کلماتی داره به کار میگیره. ما غالبا تو این صحنه ها کنترل اون از دست میدیم، هرچی از دهنمون در میاد میگیم. اما به این بچه نمیگه بچه بشین خسته شدم، خب تو داغ دیدی منم داغ دیدم دیگه، بچه بس دیگه اینقدر گریه نکن. میگه بابام کجاست عمه؟ برای اینکه امنیت روانی این بچه رو تامین کنه میگه بچه رفت، پدرت رفته مسافرت. یعنی چی؟ یعنی مادر خون و دل تو دل بچت نریز اگر درسش ضعیفه. یه چیزم بگم، در این حال دروغ هم نگفتن ها. بله دیگه شما فهمیدین که حالا سفر نرفته، در واقع سفر زمینی نرفته ولی سفر اخروی رفته. یعنی آخه قرارم جلوتر بردن. آره آره یعنی هم در واقع اون پاسخی که شایسته است رو دادن، همین که دروغ نگفتن. می‌بینی اینم یه نکته است. بله. ما بعضی موقع توی این شرایط خب دروغ میگیم ولی اون نه گفته ایشون، ولی امنیت روانی بچه رو فراهم کرد. آره. در خونه امنیت روانی خانومتو به هم نزن با جمله بندی‌ها. تو این شرایط سختی که من برشمردم، حضرت زینب کبرا در بکارگیری لغات برای ایجاد امنیت روانی خانواده داره تلاش میکنه. یه مهد کودک همراهشه، 24-25 تا بچه است و هر روز هم داره داغ این بچه‌ها رو میبینه. غم دیده است، پر از غصه است، تامین نیازهای جسمی، پوشاک، غذا، آب، پای این بچه‌ها تاول زده، به عهده این خانومه. دلتنگی این بچه رو باید رفع بکنه. مثل یه مادر داره تلاش میکنه، رسیدگی جسمی داره.
میدونید خب اینا حداقل لباس و غذا و خوراک و مناسبات جای مناسب خواب که نداشتن. همه اینا رو داره محافظت میکنه. از همه اینا بزرگتر حفاظت از جان اینا. چند جا امام سجاد میخواستن بکشن، حضرت زینب کبرا نذاشت. همه اینا رو داره داغش رو به دوش میکشه، اما امنیت روانی بچه ها رو داره تامین میکنه، محبت بچه ها رو داره تامین میکنه. ما اینا رو باید درس بگیریم تو زندگیمون نسبت به خانوادهمون. بعد طرف میگه آقا جاریم به من مثلا توهین کرده، من رفتم شب افطاری دعوت کرده منو بالای مجلسش، بعد کلی طرف به هم میریزه. ببینید تاباوری این چقدره. و حضرت زینب کبرا داره به من شما میده، میدونید چه پیغامی داره میده؟ میگه خانوم آقا شما حق نداری ذلیل مشکلات روزمره زندگیت بشی. اینو بفهم، همین یه جمله رو بفهمین. زینب کبرا داره به ما میگه فاستقم کما امرت، حق نداری تویی که اسم منو به زبون میاری به من علاقه داری ذلیل مشکلاتت بشی. خب بله جذر و مد مشکلات زندگی تو مسائل عاطفی هست، تو مسائل مالی هست، تو مسائل افت و خیزهای معنوی داریم، ولی ببین ما عقب نشینی نمی‌کنیم. این استقامت روحی، این استحکام روحی، این تاباوری و نشکستن رو ما از زینب کبرا داریم یاد میگیریم، چون صحنه‌های سختی رو ایشون پشت سر گذاشته. شما نگاه میکنید تازه همه اینا رو که بهتون گفتم ایشون باید بیاد بره پیش یزید یاد حسین ابن علی رو زنده کنه با خطبه‌اش و زنده کرد. ببین من الان میخوام برم سخنرانی، باید شکمم سیر باشه، قبلش حفظ بکنم، استرس نداشته باشم، همه چیم ریلکس باشه تا یه سخنرانی درست شسته رفته ارائه بدم. بابا ایشون داره خطبه میخونه، تازه جون این بچه ها رو باید حفظ بکنه، گرسنه هست، سر برادرش جلوشه، صحنه وحشت و رعبه، دستور داره میده پسر داداشش حضرت سجاد رو بکشن، وایساده داره خطبه میکنه، تازه یاد حسین ابن علی رو هم زنده میکنه، حرف حقش رو هم ثابت میکنه. اینم میگن شیر. جانم زینب. این خانم رو از این زاویه ما نگاه بکنیم. مردها در مقابلش سر میارن پایین. جانم به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. خیلی ممنونم استاد. ما ان شاء الله فردا شب هم هستیم، اگر نکته باقی مون میتونیم فردا شب توضیحات تکمیلی شما رو بشنویم و حظ ببریم. ما که هر چقدر از حضرت زینب کبرا بشنویم سیر نمیشیم.